خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم. با سلام و عرض ادب محضر همه شما حضاران عزیز و بیننده های گرامی. موضوعی که امروز من میخوایم در موردش بحث کنم چگونه درآمد آنلاین داشته باشیم. در دنیای امروزی که فعلا قرن 21 هست و هوش مصنوعی وارد بازار شده، حتما لازم نیست که ما کار فیزیکی کنیم. حتی کارهای فیزیکی که مثلا آنترپرنور یا کارآفرینی که امروز شما میکنین نیازمندی هست که او رو شما دیجیتالایز کنین، وارد دنیای مجازی کنین تا از طریق دنیای مجازی پول دست بیاریم. خب امروز موضوع بحث ما هست چگونه درآمد آنلاین داشته باشیم و یا هم how to make money online. خب بعضی میگه که با ورود هوش مصنوعی و ای آی خیلی کارهای مثلا فیزیکی کم شده. فعلا ما نیاز به امپلوی یا کارمند نداریم، نیاز به چیزایی که ساده ای که هوش مصنوعی میتونه انجام بده نداریم و انسان ها کم کم داره کار خزیس میده. اما این باور اشتباه رو نباید در خود جای بدیم، چون میگه how to make money online. درسته که آنلاین همه کارها رو ای آی میتونه، اما اینجا یک نکته ظریف دیگه هم هست. with AI چگونه با خود ای آی آنلاین از خود ای آی پول در بیاریم. اگر یک نکته ظریف دیگر متوجه شده باشین، ای آی را خود انسان ها ساخته، نه که ای آی یا هوش مصنوعی بخواد دوباره جایگزین انسان ها شود. ما هم انسان هایی هستیم که هوش مصنوعی رو ساختیم و حالا هم اونا رو میتونیم به عنوان یک ابزار استفاده کنیم، نه به عنوان رقیب. خب ما امروز 6 تا راهکار اصلی و واقعا که از لحاظ بین‌المللی واقعا کار میده در تمام جای. از خود میلیونر دارن، کسایی هستن که تمام مثلا درآمد زندگیشان میگه what do you do for living، مثلا میگه برای زندگی تو چیکار میکنی، همه پول داری. این 6 تا راهکار میتونه که عملی باشه و شاید خیلی هم کار بده و در دنیای امروزی کار میده. اولین راهش که هست تولید محتوا، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک هست. یک جمله بسیار معروفی است که خب برادرم همیشه میگه در خانواده ما، میگه یوزر سرگردان نباش. یعنی چی؟ وقتی که ما از سوشال مدیا و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، بیشتر به خاطر حواس پرتی استفاده می‌کنیم. مثلا شاید چتینگ، شاید ریلز نگاه می‌کنین، چت می‌کنین و اسکرول می‌کنین. یک یوزر سرگردان است، مثل یک روح سرگردانی که در دنیای مجازی می‌گرده اما هیچ هدفی نداره. اما قول‌ها و فرض کنید یک رسانه هست، یک شبیه یک دریای بزرگه. ما یوزرهای سرگردان شبیه ماهی‌های خیلی کوچکی هست که در دریا در حال شنا هستن. و قولهای بزرگ چه کسایی هستن؟ قولهای بزرگ و یا همون نهنگ‌های بزرگ که هستن، اونا کانتنت کریئتورها و یا اون کسایی هستن که تولید محتوا میکنن. فعلا اگه ببینیم ما بین 8 الی 10 میلیارد نفوذ در جهان وجود داره و اینا همشون گوشی داره، همشون اینترنت داره و بعضی اوقات که اینا میای خانه دوست داره که کمی سازشون تیر شه، دوست داره خودشون رو ساعت خالیشون رو پر کنه. اینا نیاز به چی داره؟ محتوا. اونا دوست داره وقتی تلفن را خانه میاین رد کنه. داخلیزی میخوای چی ببینه؟ یک محتوایی میخوای ببینه. حالا محتوا شاید یک امیوزمنت باشه، شاید یک چیز ادویکیشن باشه. مثلا امیوزمنت چیزایی است فکاهی، چیزای خنده‌آور، میخوای یک چند لحظه اصلا سازشون تیشه. همه کس نیاز به محتوا داره، اما ما یوزر سرگردان نباشیم با این ماهی‌های کوچک. وقتی شما هر ویدیویی که میبینین، هر امو ویدیوها سنت دلار و کسایی میره، کسایی که تولید محتوا میکنن، کانتنت کریئتور. کانتنت کریئتور یکی از شغل‌هایی است که خودم هم خیلی دوست دارم، چون که در دنیای آینده آقای ایلان ماسک گفت که 36 ماه آینده نسبت به 36 سال گذشته قرار میلیونرهای خیلی زیاد از طریق آنلاین تولید کنن. چرا؟ چون شغل‌های جدید بازار شده. ما الان نمیتونیم با کارهای فیزیکی، مثلا شاید تجارت فیزیکی لازم باشه، اما تجارت‌های آنلاین و کارهای آنلاین امروزه بیشتر از کارهای قبلی قرار میلیونر تولید کنن و اولین و مشهورترینش کسه کانتنت کریئتور و یا هم تولید محتوا هست که میتونین از این روش استفاده کنین. و حالا این ماهی‌های کوچک همیشون وقتی با هر ریلزی که شما میبینین 1 ساعت 2 ساعت به اونا پول میده. یک فیلم ایرانی هست به اسم مورچه خار، اگه خواستین حتما ببینین. اونجا فهمیده میشه که شما یک مثلا داخل یک دام میرین، درسته که شما ساعت خودت تیر میکنین، با هر دقیقه از زمان شما که تلف میشه، با هر توجه و نگاه شما اونا پول به دست میاره. او قولهای بزرگ کانتنت کریئتور هست، اونا برشون پول میره. پس کوشش نکنیم که ماهی‌های کوچکی باشیم که در دام و تله آنها میره و میتونید که بسیار یک استفاده مفیدی از سوشال مدیا داشته باشین. یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک. یوتیوب مثلا شرایط مونتایزیشنش چه قسم است؟ اولیش که یوتیوب است. استاد هم حتما معلومات داره، چون استادم یک پیج یوتیوب داره. یوتیوب که از شرایط مونتایزیشنش که است 1000 سابسکرایبر است. اول 4000 ساعت باید دیده شود
و تقریبا 10 میلیون ویو باید از شورت های خود بگیره. بعد از این اینا وارد مونتایزیشن و یا پولدهی میشه. مثلا از هر ویدیویی که شما میمونین، مثلا از هر 1000 ویو شما $3 الی $5 میگیرین و این بسته به محتوای شما داره. آیا محتوای شما کس سرگرم کننده هست؟ آیا مثلا آموزشی هست؟ آموزشی کس بلندترین پید مثلا از هر 1000 ویو $5 میده و امیوزمنت یا همون چیزایی که ساعتری است، فکاهی و انترتینمنت، چیزای سرگرمی، اونا مثلا از خیلی چیزای پایین است، از هر 1000 ویو $3 میگیره. حالا دیدید ببینید که شما مثلا یک ویدیوی خیلی ترند ماندین، حالا ترند لازم نیست، من میخواستم بلاگر شوم و بعد برادرم که نمونه های بلاگری رو امروز میبینم، مثلا دخترایی که در اینستاگرام، تیک تاک فعالیت داره، بیشتر بخش چی رو داره، انترتینمنت یا سرگرمی. اونا خب از لحاظ برادرم چون یک ماستر هسته، دوست نداره خواهرش به چنین تولید محتواهای روی بیاره. مثلا اونا چون سطح آگاهی جامعه پایین است، اونا فقط روی به مو انترتینمنت میاره، سرگرمی. اونا مثلا یکی از بلاگرهای استاد که شاید جای تاسف باشه، برادرم خیلی نامش میگیره، نجیب بروت، بله شاید آشنایی داشته باشین. خب ایشون تولید محتوا میکنه، اما خب اما محتوایشون یک کمی غیر اخلاقی است، اما بازم به خاطر محتوای غیر اخلاقیشون رشد کرده. خواهرم میگه چیزای منفی بیشتر جذب میشه، مردم چیزای منفی بیشتر دوست داره. و یا هم بلاگرایی داشته باشیم که شاید از طریق ظاهرشان، شاید از طریق چیزای دیگه بتونه اون محتوا رو ترند کنه و اونا پول به دست بیاره. اما برادرم میگه تو میتونی راه دیگه رو پیش ببری، education. تو میتونی از طریق آموزش تولید محتوا کنی که هم ارزش است. یک چیزی به اسم خلق ارزش هست، کانتنت کریئتور یا تولید محتوا. خلق ارزش، بله، تو یک محتوایی باید بسازی که ارزش داشته باشه. یک نفر یک موضوعی رو باید از او بفهمه. پس شما اگه خواستین کانتنت کریئتور باشین، حتما اولین راهی که از طریق آنلاین میتونین پول به دست بیارین کانتنت کریئتور هست. و دقیقاً نگین که ما نمیتونیم یا امکانات نیست. اولین بار در سال 2025 اواخر جنوری بود که یکی از ویدیوهای آقای ایمان قادزی رو دیدم که در اسلاید بعدی هم حتما رو معرفی میکنم. آقای ایمان قادزی در یک از ویدیوهایش مرا تشویق کرد که یوتیوب بسازم. یه چیزی به اسم پرسونال برندینگ هست که بازم در اسلایدهای بعدی تشریح میکنم. پرسونال برندینگ. آقای ایمان قادزی گفت که اول لازم نیست که تو پرفکت یا کامل باشی، کمالگرا باشی. اول 10 تا ویدیو رو ضبط کن برای خودت، اصلا در فضای مجازی نبر. و من اولین ویدیوهای خودم حذف کردم از یوتیوب چون خیلی واقعا افتضاح بود و خیلی مورد انتقاد خانواده و آشنایان قرار گرفت. اما در مرور زمان شما میتونید بهتر و بهتر شوین. شاید امکانات در اول نیاد، اما در مرور زمان امکانات هم میاد، در مرور زمان شما دیده هم میشوین. مثلا در یوتیوب من ویدیوهای ما قضاوت ویو نمیخوره، مثلا 60 80 100 500 مثلا 700 یا 1000 ویو. بعضی میگه که خیلی کمه. خدیجه میگه واقعا اینقدر فالوور داره، اینقدر سابسکرایبر داره، فعلا 200 سابسکرایبر داره. اما فقط تصور کنید 200 نفر فقط در این جمع 200 نفر شما رو نگاه میکنه، اونا میبینه، اما از محتوای شما یک چیز یاد میگیره. پس حتما لازم نیست که در اول راه شما مونتایز شوین یا پول به دست بیارین. اول خلق ارزش کنین، اول روی پرسونال برندینگ یا امو برند شخصیتون کار کنین. و همچنین تیک تاک و اینستاگرام هم هست. قول یوتیوب شما شاید بشناسین، آقای مستر بیست که بیش از 350,000 سابسکرایبر داره و او خیلی ثروتش عظیم و بالاست. او هم از اول از گیمینگ شروع کرد. اگه بخوایم شما رو تشویق کنم، میتونین مثلا از کار روزمرهتون ویدیو بگین، کانتنت کریئتور باشین. شما در مرور زمان بهتر میشین. لازم نیه که اول خوب باشین، اول فقط کافیه شروع کنین. آقای میستر بیست هم اول فقط از گیم‌های خود اما مینیکرافت بازی میکرد گذاشت و الان یکی از بزرگترین نمونه های یوتیوب هست. یا تا رونالدو نمیتونه او را کرش کنه. و دومیش کسا اینستاگرام هست. اینستاگرام هم شرایط مونتایزیشنش کسا 10,000 فالوور هست و تیک تاک که نمیفهمم، اما آقای خابیلم اونجا هست. در اینستاگرام هم کس آقای کریستیانو رونالدو بیشترین فالوور داره و اونو از این طریق پول به دست میاره. ما فقط اون عکسای خوبشون رو میبینیم که در اونا میمونه، اما اونا از هر تک تک ویو، لایک و کامنت شما پول به دست میاره. پس یک از راه‌ها شد یوتیوب و کانتنت کریئتور. و راه دومی که هست، شاید نشنیده باشین، هم شاید شنیده باشین، SMMA یا سوشال میدیا مارکتینگ ایجنسی و دومیش کس افیلیت مارکتینگ. آقای ایمان قادزی رو شما در تصویر میبینین. ایمان قادزی که یکی از الگوهای خودم هم هست، یک بچه روسی هست که در لندن زندگی میکنه و این هم که بود اولمو یوتیوب خود آغاز کرد. ویدیوهای اولیش شما میتونید در یوتیوب ببینین. خیلی پایه بوده، یعنی خیلی همون ویدیوهای روزای اولی خودم مونده. 15 سالگی شروع کرده و امروز که تقریبا 25 ساله هست، یکی از بیلیونرها هست. در تمام جای سرمایه گذاری کرده. البته نه تنها از SMMA یا یوتیوب، خیلی جای دیگه هم سرمایه گذاری کرده. ایشان هم در بازار سهام چی کرده؟
سرمایه گذاری کرده و یکی از سهامداران نزدق آمریکا هسته. فعلا خیلی رشد کرده. SMME از SMME شروع کرد، سوشال میدیا مارکتینگ اجنسی. در جهان همیشه استفاده میکنه، شاید اما کسایی که شاگردایی که در کالج هست، یونیورسیتی هست، اونا استفاده میکنه و آقای منقاضی هم یکی از افرادی بود که استفاده کرد و من میتونم میرم در شما پیشنهاد بدم. یا اسم عامیانه تر SMME که هست بازاریابی شبکه‌ای هست. شما میرین مثلا مشتری پیدا میکنین، با او ادز یا مو تبلیغات درست میکنین، وقتی او رشدش بالا رفت و شما همون کمیشن یا همون مقدار پولی که با هم قرارداد کرده بودین را میدین. مثلا آقای منقاضی اول در باشگاه کار میکرد، در خارج بیشتر رواج، اما در افغانستان هم کم کم میتونین شما راه بندازین. مثلا کافه های مثل ضیافت، یک برادر میگفت ضیافت هیچ چیزی برتری نداره. آیا ضیافت همیتون شنیدین؟ دیدین غذاهایش فکر میکنید خیلی لوکس است؟ نه خیر، ضیافت برادر میگفت هیچ برتری از رستوران های دیگه نداره. غذایش همون غذای، محیطش همون غذای، فقط تنها کاری که میکنه تبلیغاته. اونقدر تبلیغات کرده که در ذهن همه ما این نشسته که ضیافت یک جای لوکسه، همه باید بره. چند تا خارجی رفته فقط ویدیو محتوا ساخته از ضیافت و اکنون یک پرسونال برند برای خودش ساخته و که از اون میتونه پول به دست بیاره. و دیگهش کس افیلیت مارکتینگ هست. افیلیت مارکتینگ چه قسم بگم، یک حالا چی در دنیای فیزیکی چی در دنیای آنلاین، شما میرین از آمازون مثلا یک کفش و یک اسنیکر یا کرمیج میگیرین، لینکش شبیه رفرال لینکش میگیرین، زیر ویدیو یوتیوب تان میمونین، زیر اینستاگرام، تیک تاک. حالا همیشه فیزیکی نمیشه کار کرد، همیشه هر زمینار نیست که ما تبلیغ کنیم، باید آنلاین کار کنیم. مثلا ما فروش اصل داریم، مثلا فیزیکی چی نمیکنیم، تبلیغ نمیکنیم، همهشون آنلاین است و مشتری هم کسی از طریق آنلاین پیدا میشه. شاید مثلا شهر نو کارتین 4 از اونجا پیدا میشه که اصلا اینجا نیسته. پس این میشه قسم سوشال میدیا مارکتینگ اجنسی. و افیلیت مارکتینگ هم امو لینک میگیرین، شما زیر چی میمونین، هر مقدار آدمی که بیایم اونجا کلیک کنه و از او بخره به شما کمیسیون میره که این بیشتر با اون کسایی برمیگرده که کانتنت کریئتور باشه. در اینستاگرام یک دختر به اسم مهناز جعفری و یا هم خوب در اینستاگرام شاید دیده باشین، دخترای خیلی کره‌ای هستن، اول از خودشون ویدیو میگذارن، بعدن که 100k میشن 200k میشن اونا شروع به افیلیت مارکتینگ میکنن. مثلا از یک برندی به اسم حلیمه بیوتی، هر دختری که از برند حلیمه بیوتی از طریق آنلاین خرید کنه با خانم مهناز یک کمیسیون میره یا فیصدی میره. یک از افیلیت مارکتینگ هست.